سلام بچه ها، اومدیم بیرون ولاک. سلام علیکم. همین لاستیک بازی کنیم بچه ها. هوا بارونیه، هی دیدشه درونه بارون میبره. اگه لاستیک سبک و فوتبال بازی بچه ها اگه گفتید میخوام چیکار کنم، یه کار خطرناک، میخوام دوربینو بزنم تو لاستیک رو گل بدیم. بچه ها فقط امیدوارم گوشی به فنا نره. خدا دوربین به فنا رفت. بچه ها دست منو نگاه. هوا بارونه بچه ها، دوربین نگاه. یا خدا اصلا دوربین به فنا رفت. اون تو هی گل میخواد. نهتی لاستیک بازی کن خولش بکن. میخوایم بریم خرابه بچه. نگه دارید، نگاه کنید ویدیو رو. بچه تو راه رفتن مهدی داشت لاستیک بازی می‌کرد. منم گفتم چرا کنم مهدی بکنم. بلند کن سکن. بچه نگاه کن. بروسلی یا رفت تو درخت. چی بود درخت؟ آباشی آب درخت ریخت بچه. هوا بارونی. حال بده بچه میخوام بدم لاستیک بچرخه. بچه شاهد یه نمایش زیبا. خب بلند کن بریم. گل بده این ور بیا. بچه نمای اینجا زیبا. بیاریم بالا مهدی، بیاریم بالا. بچه نگاه کنم خرابه. میخوایم از این بالا لاستیک رو گل بدیم ببینیم چی میشه. اگه گفتید میخوایم چی کنیم، میخوایم یه دونه از این سنگام که رفت. این از این سنگا گوشی به فنا رفت. بچه بیا بالا. بر بالا. خب بچه ها نگاه کنید لاستیکا. میخوایم گلش بدیم با اون سنگه. میخوایم گل بدیم بره. مهدی بکنه. 3 2 1. بچه جالب اون سنگه رو نگاه کنید. الان پرتاب میشه، سنگ میره حالا لاستیک به فنا میره. سنگ هنوز سوشه بچه. موفقیت هایش بچه ها شما به نظرتون بگید این چیزی که الان دارم میبرید دست من برف یا بارونه؟ انقدر شدیده معلوم نیست برف یا بارون. من میگم فوتبالیست. تو میگم فوتبالیست. گل بدید. سنگ افتاد. حالا بیا ببریم دور بریم دور بچه ها نگاه کنن. هم تاریک لاستیک نمیدونم. بچه ها به نظرتون لاستیک رو بندازیم یا نه؟ آیا بندازیم. این لاستیک کجا میندازی؟ حال بدیم بریم با هم. حال بده بکنم. بچه ها میخوایم بچه ها رنگی شمون. اون رو زمین هم. بچه ها لاستیک هم نگاه کنید. مهدی خان میگه رنگین کمون است. بریم رنگین کمون. اگه اگه شاکته با آب میچسبید رنگین کمانی که مهدی بهش میگه رنگین کمان.
به ما رو نگاه گلش سمی آن شده بکه مهدی یه لاستیک دیگه اچه این توش آب هست بچه آب توش باشه چطوری میشه یا خدا ای بیایم بر بچه آب توشه چم کرد بچه هرچی تیغ بود رفت توش آب توش مگه آب توش رو نگه کنید بچه اینجا هم یه تیره برقه بریم بالا ازش مهدی بیا اینجا بود لاستیکا برکن اینجا این بری نگه دار من برم بالا بچه ها ببینم منو بگیرم تیره برقه به به بچه ها نگاه کنید آقا پرهامو نگاه ماشاءالله بش بدین ماشاءالله بچه همون جایی که رفته به اگه مردم یه سنگ گرم بده بچه اینجا داره آب میشیچه کاشن دارم نمیتونم بیشتر خب بیا پایین بابا بیا پایین تسلیم شو من دیگه نمیرم خب بیا پایین نمیتونم بیاد پایین بیا عالیه آقا پرهام بچه افزین بالا که افتاد بیا سوباسا اصلا منو نگاه کنید زحمت میکشین کافشن رو نگاه کنید آقا خونش کجاست؟ آقا کیان خونش بچه ها بریم زنگ خونه کیانینا رو بزنیم ببینیم میخوان تو ویدیوتون باشه یا نه این آقا کیان چی میگه به نظر برعکسش کن در حال رفتم به خونه کیانینا به نظر تو کیان میاد به نظر شما کیان میاد یا بالا بگی بچه کچولو بچه میخواه ببینیم آقا کیان میاد یا زنگ به خودم اسمان رو زنگ بزنیم خواه ببینیم کیان چی میگه بگو صحبت خب بسم الله الرحمن الرحیم حالا کیان نمیاد پایین خواهد لباس گرم بپوشه که دیگه عرق نمیاد نمیشه خدا حافظ خاله بچه مثل همیشه مامان کیان زد دار میزنه هیچ وقت نمیگه کیان بکن چی باید بگید بشه بچه الان میدونن دلشون با تو چیه بچه نکو برو کنار بچه به محض اینکه زمستون بشه برف بباره الان پاییزه خفه شو الان پاییزه چند روز دیگه بچه میخوایی موسیقی چند هفته خفه شو چند هفته دیگه زمستونه قراره اینجا برف بباره بعد میخواییم اینجا برف در این مکان بعد اگه گفتید میخوایم چیکار کنیم برف جمع کنیم با آقا مهدی و کیان گل یه علی هم هست شاید نمیاد اینجا توی خرابه که میبینید یه سرسرمانم درست کنیم سینی بیاریم بشینیم تو سرسره بلاگش هم واسه تون بگیریم حتما اون ویدیو رو نگاه کنید مشتاقانه منتظر اینم که زمستون بشه برف بباره خیلی منتظری این دوتا کس خلا نگاه کنید آقا چقدر کسکنه کاغذ دستش چون اونجا دوربین هست اینجا بچه ها دیگه اینجا هم پریکاس بگیرم چقدر مزه میکنم بچه ها تازه باید از این هوای زیبا درخت لذت ببرن
آب بگیرمش. بچه ها از اینجا لذت ببرید، لابس. لذت ببرید. نگاه کنید دستم بابا درخت رو بری میگم. درخت آه. درخت آه. ساکت چه، حالا بچه ها لذت ببرن از این مسیر. بچه ها قراره تا پیش اون درخته بریم، اونجا منظره زیبایی داره. بعد میخوام بریم توش بگیم اللهم. نگاه کنید آقا تو جنگل میشستی ویدیو بگیر بعد بگیم جنگل. جنگل نه. بچه ها اگه این ویدیو اگه این ویدیو بالای 20 تا لایک بخوره میریم تو جنگل میمونیم واسهتون. نگاه کنید آقا از جنگل کجا به شما ای کاش میرفتیم. شمال دوره، شمال از قزوین دوره. دریا. بچه ها این درک ما هم میریم واسهتون رودخونه، کنار رودخونه قشنگ بهترین مکان. یه پارک میخوایم بریم. میخوای بریم پارک فقیر نشین شیم ها. این درختم گفتم خوشگله. میخوایم بریم بالای پل اینجا او ما- مایار ببینیم. آره. بله یه دونه پارک هست اینجا اسمش پارک بهشته. اگه گفتی چند هکتاره او میپیچه. انقدر بزرگه بچه ها. اگه بتونیم همین الان میرم یه تیکش رو بهتون نشون میدم. خب بریم پارک هم بهتون نشون بدیم. بچه در حال رفتن به پارک دوباره بعد از این همین مسیر برگردیم. شما هر کاری بخواید میکنیم. الان. بچه یادت صدا این آقا پهون گرفته بودیم تو ثبت بزنه. نه ویدیو رو نداشتم بچه ها ندیدم. من وقتی نباشم نور کلم و بچه ها ندیدن اصلا زاغ نمیکنن. جدرتتون باید اینجا باشه. شاید چند روز پیش من مریض شده بودم. مهدی رو نمیگه آقا قدرت. مریض شده بودم. آقا قدرت. تو خونه مونده بودم صدام گرفته، اصلا خروشک گرفته بودم، صدام اینجوری بود. خدا کپ همین بود. بچه اگه این ویدیو بالای 20 لایک بخوره میریم رودخونه واسه اون ویدیو میگیریم. اگه تو کامنت ها بخواید میریم واسه تون همین پارکی که بهتون میگم و ویدیو میگیریم. الان فقط من منتظرم که برسیم به پارک بهتون نشون بدم. خدا بچه ها مسیر پارک این یه دونه اتوبوس هست. الان بهتون نشون میدیم پارک کجاست. تا پارک خدافظ. بچه ها اینجا شهر مهرگان، بلوار خاتم‌انبیاء. بعد اونجا یه دونه مغازه داروخونه ها. اینجا بعد اونجا مغازه هست. او اینو نگاه. اینا دارن میسازن نمای زیبای تاکسی. یه بچه آدم اونجا دارن برج میسازن دوتا خوشگه. چه آقا برای از اینجا بریم تو این ساختمون. بچه اگه ویدیو لایک بخوره شاید رفتم از اون ساختمونم بهتون نشون دادم. پارک رو نگاه کنید اگه دیده شه پشت این ساختمون هست. پشت این ساختمون ها یه پارک بزرگ هست ها. یه دریاچه داره، 4 نقطه داره واسه تفریح، شهر بازی داره. راستی شهر بازی. اگه این ویدیو تو کامنتاش بنویسید که بریم شهر بازی، میریم شهر بازی هم بهتون نشون میدیم، سوارش هم میشیم. خب اجدهاشو سوار بشیم پاره میشیم بچه ها. خب میشه فیلم گره خیلی سخته. چرا من فیلم میگیرن تاکسی بوم میزنه تکی بوم میزنه واسه من نمیونه بچه. خب این نمای زیبا دارم میسازن اون مردم بالا. اون پشت پارکه نگاه کنید بچه ها. دستانه این اون پشت پارکه. اگه تو کامنت ها بنویسید بریم پارک شهر بازی واسه تو میریم پارک شهر بازی میریم. ویدیوش هم طولانی میشه. الان هم در حال برگشتنی داریم برمیگردیم. بچه تو کامنت ها بنویسید ما میخوایم شما رو بریم پارک بزرگه. بچه خودتون به من بگید. 2 تا ویدیوش هم میذارم اما به وقتش. یا بریم اون مسکن ملیا یا بریم پارک. اجرا هم سواشیم کدوم؟ یا مسکن ملی یا پارک. بچه ها بگن اجرا میریم عشق میکنیم جیغ میزنیم. بچه البته من یکم ترسو هم میشینم اولی اون نقطه وسط نه اون بریم اولش اون اولش بشینیم من سکته میکنم.
بچه بهش خیلی خوش میگذره. دست شماست. اگه بریم اون اولی سرش بشینیم بچه نگاه میریم کن. سرش میشینیم. بچه. اگه بگین برید وسطش بشینیم میریم وسطش میشینیم. میره اولش میشینیم. تهش هم بگیم میریم تهش میشینیم. بچه نگاه بچه. کن. من میخوام از اینجا برم. سی پرید چه پرشه دیگه. بچه ولاگ خودتون میگید دیگه، یا مسکن ملی اون پشت ایشالا که یا پارک اون پشت. ایشالا که پاک باشه. بچه خودتون میدونید یا مسکن ملی یا پارک، مهدی باشه یا نباشه. یا کیان باشه. کیان که نه نش نمیدونم، خودمون رازش میکنیم. ولی اگه شما بگید هم مسیر برگشت به خونه خدا نگهدار. نگهدار. اون بالا هم دوربین هم بهتون نشون میدم. نیم ساعت داشت از ما فیلم میگرفت. بچه نه. در ویدیوی بعد خدا خدافظ.